مرافع شما دهها حجت را پیشان کردید که شما شرمندگی توسعه ندارید، اما نماینده مقامات وزارت کار داخلی و وزارت خارجه آنها باز حجت‌های دیگر پیشان می‌کردند که شما شهروند تاجیکستان هستید و حتی در ناحیه فیض‌آباد پس ما شما در قید بوده سال 1980 این محو شده است. اینا چی میگید شما؟ ببینید یک دولتی بود، دولتی بزرگ شوروی، برآمده رفتن زیاد اینا مردن. ما برآمده رفتیم با قسم کارهای خود و اونا خواستن که سال دولت شوروی را ما باید فخر از دولت این روزی که استقلالیت دارد تاجیکستان کنیم. اونا نیم فخر نمیکنیم. پیش از سود آمدن چی گفتن؟ گفتن که مبادا اگر سوریه حل کنه ما چی جواب در پیش روسا میتیم؟ در برآمدن این دو شب مثلا دیگه یک روز دیگه بحثای زیاد نماینده MVD نماینده مید خودی روزنامه‌نگاران اینا بودن. میدیدی چی شد عاقبت این کار؟ آورده دو رسانه گفتن که درباره شهروندی سخن هم گفت ندانید و عریضه درآمد شریف که ما زیاد به نظر در برآمده شد به نظر گرفته نشد. با زبان روسی نشد، یعنی با قرار سود رد کردن این شوری این بود که براشون که رد کردن یعنی نه، چون که اگر چرا نخواست سودیا دست که این شهروندی تاجیکستان دارد و یا میخواد کار کردن سودیا بگو وقتی خاطر نمیشه که در دیده برآمدنی در سودای بالایی شهری و سودی عالی و سودی کسری شما بتونید هر دوره مراجعه کنید. معلوم میشه که خود سودیا ملت درست در فکر روی بود که باید این صحبت رو از گوش کسی بفهمید، که از زبان کسی میفهمید، از گوش کسی میشنوید. اینم بود. این روز اومد با چنین قرار. حالی که از اون تصمیم شما چی میشه بعد از این قراری که شما گرفتید وزیرهای بالایی مراجعه؟ البته ما پیش از این هم گفته بودیم که وظیفه ما اشتراک کردن در همه سودای سطح است از پایان تا بالا. با یاردم شما، با یاردم روزنامه‌نگار دونوی در پاکستان روزنامه‌نگار نیست، وجود ندارد. نیست که می‌بینم ما دیدم که نیست در ما با هم پارت گفته بودیم. اون صحبت می‌کنیم. و بالا میرویم به قسم بالایی که شهری میشود. ممکن هفته‌های دیگر در روز مولد ما با شهری میسپاریم، خبردار میکنیم. زیادی از مفلسانی ما، مهاجرانی ما، شهروندانی که بیرون هستن همه انتظارن. هزاران میلیون ها انتظارن. در مرافع شما دهها حجت را پیشان کردید که شما شهروندی توسعه ندارید، اما نماینده مقامات وزارت کار داخلی و وزارت خارجه آنها باز حجت‌های دیگر پیشان می‌کردند که شما شهروند تاجیکستان هستید و حتی در ناحیه فیض‌آباد پس ما شما در قید بوده سال 1980 این محو شده است. اینا چی میگید شما؟ ببینید یک دولتی بود، دولتی بزرگ شوروی، برآمده رفتن زیاد اینا مردن. ما برآمده رفتیم با قسم کارهای خود و اونا خواستن که سال دولت شوروی را ما باید فخر از دولت این روزی که استقلالیت دارد تاجیکستان کنیم. اونا نیم فخر نمیکنیم. پیش از سود آمدن چی گفتن؟ گفتن که مبادا اگر سوریه حل کنه ما چی جواب در پیش روسا میتیم؟ سوریه که به منفعت من حل کرد که این شهروند تاجیکستانی است، خودی کارمندی و وزارت کارهای داخلی که میزنن چی باید ما کرد در پیش روسا و سپارید دولت. حالی که خب مرحله و معلوم شد اکنون شما حاضر در صحبتی که داشتین قبلا گفتید که پرزیدنت رئیس و چی رو شما مراجعه میکنید؟ ببینید فقط قسم مراجعت به پشت الکترونی و در آمدن یکی گذاشتن به قسم پشتی که دستی سپرده میشود روی خط رجیستراسیون آمدن خیلی از بفکرم. شما در یک سوال دیگر گفته بودید که شاید از طریق سفارت روسیه هم نیز مراجعه ها شود در مقام روسیه دولتی بزرگ است. اینا فهمیدن در کور است. این ما تاجیک‌ها یک ساختار داشتیم 1 میلیون زیاد مهاجر داریم. 1 میلیون تاجیک 5 میلیون تاجیکستانی رو میخرونن. 100 از 2 میلیون میمونه، 2 میلیون در وزارت شتگی در کابینت شتگی اون تاکسی میزنن و میزنن 5 میلیون منتخب است. اینا مو فکر میکنیم روسیه نمیخواد این سری اینجوری ویران شده بیرون درآید. حاضر ببینید حاضر شما در مرافع گفتید که در همین میانه که مرافع ادامه داشتن با سفارت روسیه ملاقات داشته با سفیر روسیه چی مسئله رو در میان گذاشته؟ من از طرف روسیه روزای نزدیک خبر داشتم در شبکه پلازما با این ریجنال بود فورم تاجیکستان و روسیه که از تیم بزرگترین از کنسیل میگراسیونی پالیتیکا با خواهش اونا من اشتراک کردم و در همون صحبتی که من داشتم کوتاه با سفیر روسو در که آینده این چی میشود با این کشتنیا این رفتن قرارداد نگرفتن قرارهای سود از طرف روسیه ما با اونها پیش از این رسونده بودیم 3 هفته پیشتر کمتر ممکن و که همه اون چیزی که شما رسوندید به ما
و ما در علاقه با شما هستیم و روزهای نزدیک جواب بگیریم. با قسمی بالای رسونده شد. با فکر من قسمی بالای یگانه شخص است که این ولادیمیر پوتین است. شخصانی که این جنایت را صادر کردن. من تاجیکستان رو گناهگار برای چی کرده نیستم. اینا خود به خود خرابه. حتی همین خود یک پگانهایی که باید میتونه که ما کردیم علاقه. قسمی ویدیویی میگذاریم، قسمی سخنگویی با اون که در هفته گذرد. مثل اون که زیاده از 8 ماه میشود بیرون از دولت روس، شهروند روس در حیات گفتن رفتار و برگشتن حقیقت گفتن از طرف خودم حربی است و با اون با اومدن جواب الله گفتن که ما میرسونیم و امروز میگه پگاه خود ویدیو نواری هست از طرف ویدیو میگذارد. من بابای مراجعه میکنم و البته من سخن یگانی من است که اون چیزی که من میدونم در حیات میدونم و گفته هستن که پوزیسیون امروزی که پلاژین خودی همین ملت‌های هستن توجیهی که مسلمان‌ها شما درباره خودتون بگید درباره هوای دام میزنم شما درباره وضعیت خود درباره همین که بودن همین نوع در وقت سودی سیستم روسیه چرا به نظر گرفته نمیشه قسمی که هستن مسلمان‌ها که میگن کانسپت اسلام میگن نزدیکن همین چرا محترمه دیگه که کیها بودن شهروند روس رو برآوردن کارکنی حربی رو برآوردن اشتباهی جنگو رو برآوردن وتران رو برآوردن این چی شد بعد دیدیم که ضربه به اوله ایمان زده حتی اوله ایمان بعد از دور برآمده همه برو رفتگن از روسیه کجا هستن تو امروز در تاجیکستان از چی حساب زندگی میکنم چه زندگی میکنم خیلی پرزیدنت تاجیکستان اگه بخواد دارد که ما باد و هوا داریم زندگی کردن همین باد هوا با فکر همین 8 میلیون 9 میلیون خلق تاجیک نام میده در حقیقت باد هوای تاجیکستان از تمام حکومت امروز وضعیت‌تر خوبتر بوده درست است ولی به هر حال از کدوم حساب فرزندای شما که از روسیه برگشته بودند بعد مسئله اون درچه و چیزای شما که در روسیه بودن چی شدن اونا موندن در اونجا حرکت میکنن که بعد از پیدا شدن با زندگی سر بریم امروز خشت برو هستن یاردم میکنن شخصانی که حکومت وقتی گام میزنن میلیون 1 میلیون مگام میزنن توجیه نشه از 1 میلیون اما 5 میلیون یا انسان به من نزدیک نبود 100,000 و اونو شب روز تلفن میگیرن همه فرزندای شما شهروندی روسیه دارن همش نبیرو دارن نبیرو دارن که این مرحله که شما حالی گذشته ساده در نهایت امر اگر هیچ نتیجه نداد چیکار میکنید من باوری دارم که نتیجه میگیرد برای که پیش از یک فکر کردن ده این روزای کوتاه مونده است گذشتن سودا مونده است بسو است من گفتم امروز به کارمندان دولتی که بید غجدی خونه را بیرون نبرید شما کردید و بیرون میدید اینم جوابداری است بیرون از وقتی شما در مرافعه با کارمندای امور داخلی مراجعه کردید که برای چی شما رو به تویسان آوردن اونها چی گفتن اونا جواب دادن نمیخوان از ما طلب کردن چی طلب کردن جواب دادن نمیخوان